همتون آرزوی موفقیت میکنم برای همه عزیزانمون، کل برادر و خواهر مسلمانمون هر کجای دنیا که هستن و صدای منو میشنون و تصویر منو میبینن. دوستتون دارم، عاشقتونم و هر کاری میتونم برای همه عزیزانم میکنم و همچنین برای همه برادرها و خواهران انسانم هم نوع است که همکیش من نیستن، هر کجای دنیا که باشن. به برکت این شب‌های رمضان خدا همه رو هدایت بکنه، اول ما رو هدایت بکنه و اونها از هدایت ما نگاه به رفتار ما و کردار ما بکنن. یک کلیپ عزیزی برای من فرستاده بود امسال که تأثیر جنگ ناجوان مردانه اسرائیلی ها و صهیونیست ها و آمریکایی ها بر علیه برادرها و خواهرای مسلمان ما دیشب تو یک شب 416 نفر رو به خاک خون کشتن. اینا که شهیدن، ولی خون اینا اروپا رو داره چه؟ به جوش میاره. یک کلیپ برام فرستاده بودن از 30 کشور اروپایی، گروه های جوان، دخترها و پسرها و مردا همه با لباس احرام گروه معرفی میکردن، ای از فلان، ای از دانمارک، ای از فلان جا، ای از بوسنی، ای از فلان جا. همه آمده بودن لبیک میگفتن، برای اولین بار کعبه رو میدیدن. تو همین داستان غزه مسلمان شدن. چقدر دیدنی بود. من چند بار این کلیپو، اون طرز تلفظ لبیکشون با چه صفایی میگفتن، با چه حال و هوایی میگفتن، برای اولین بار لبیک میگفتن، خانم خدا را میدیدن. سبحان الله. خدا توبه نصیب ما بکنه و خودمون، خانوادهمون، دوستانمون، عزیزانمون، فرزندانمون، همه بشریت خاتمه به خیر بشن. به برکت این ماه انشالله تحول بزرگ ایمانی، مادی، معنوی، قرآنی، ربانی در جامعه اسلامی و انسانی ایجاد بشه انشالله و صلح و صفا و صمیمیت برقرار بشه و مکر و نیرنگ دشمنان اسلام چون خنجر زهرآلود به سینه های خودشون بر بگرده. این خونای پاک کودکان، اطفال و زنهای معصوم باور میکنی به هدر نمیره و آخر عاقبت همه جنایتکارایی که قصد سو و حذف مسلمانان واقعی دارند، همشون چه؟ صبر خدا رو چه دست کم نگیرید، عجله نکنید صبر خدا رو. خدا از اون بالا نظاره‌گر همه بندگانش، هیچ چیز از دیدش پوشیده نیست، همه رو یک نواخت میبینه و از همونجا نظاره‌گره، جای حق نشسته. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظلموا.